خداوند من رو برای همین خلق کرده که بتونم فقط به مردم خدمت کنم و غمخوار این مردمم. آجی غرق لا بالله ترا بالله میگه نکنید گناه استغفرالله. این مردم شریف و مقاوم که ما وظیفه جز خدمتگزاری به اینا نداریم و نخواهیم داشت. جسارتاً اتومبیل شما چیه آقای دکتر؟ من به همه مردم توصیه میکنم از تولید ملی حمایت کنم، ولی خب خودتون بهتر میدونید من جزو سرمایه‌های مملکت حساب میشم و به همین دلیل یک ماشین خدمت که ایمن باشه و بتونه این سرمایه رو حفظ کنه که به فنا نره در اختیار ما گذاشتن. مملکت شیرای پیر گرگای جوون جون ارزون آرزو گرون. خدا رو گواه میگیرم من روحم داره تو این ماشین عذاب میکشه، ولی خب چیکار کنیم؟ مسئولیت داریم و مجبوریم، اما شرمنده این مردم شریف و مقاوم هست. پس اتومبیلی که خودتون برای مردم میسازید سوار نمیشید، جون ارزون آرزو گرون. الو عزیز صداتون